سلام، امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به یه وسیله خیلی ساده‌ای که توی خونه هممون هست، ولی همین وسیله ساده میتونه تبدیل بشه به خطرناکترین در پشتی به کل دنیای دیجیتالمون. خب بیایید از اول شروع کنیم. اون جعبه کوچیکی که گوشه خونتون گذاشتین و وای فای پخش میکنه، اون خیلی بیشتر از یه دستگاه پخش اینترنته. روتر شما در واقع مثل دروازه‌بان اصلی کل زندگی آنلاین شماست. هر ایمیلی که میفرستین، هر سایتی که باز میکنین، خلاصه هر چیزی که میاد و میره باید از این دروازه رد بشه. حالا یه لحظه فکر کنید چی میشه اگه این دروازه‌بان، این نگهبان یه قفل شکسته داشته باشه. این دیگه یه سوال فرضی نیستا، این یه خطر کاملا واقعیه که امروز قراره دقیقاً در موردش حرف بزنیم. قضیه اینه که به تازگی یه نقص امنیتی فوق‌العاده خطرناک توی روترهای مدل تندا AC10 پیدا شده. و ببینید این یه باگ کوچیک و بی اهمیت نیست. صحبت از یه مشکل جدیه که میتونه کل امنیت شبکه خونه شما رو نابود کنه. خب، حالا این فوق‌العاده خطرناک یعنی چقدر خطرناک؟ ببینید، کارشناسای امنیت یه استانداردی دارن به اسم CVSS که باهاش به حفره‌های امنیتی امتیاز میدن. این یکی امتیاز 8.8 از 10 گرفته. این امتیاز یعنی ریسک بالا. یعنی داریم در مورد یه تهدید واقعاً جدی صحبت می‌کنیم، نه یه چیز پیش و پا افتاده. خب، پس بیایید یکم فنی‌تر بشیم و ببینیم این نقص دقیقاً چیه و چجوری کار می‌کنه. اسم این مشکل سرریز بافر یا به انگلیسی بافر اوورفلو هست. حالا سرریز بافر یعنی چی؟ به زبون خیلی ساده، فرض کنید یه برنامه یه جای مشخصی توی حافظش داره برای دریافت اطلاعات. خب، حالا یه هکر میاد و به جای اطلاعات معمولی یه حجم خیلی خیلی بزرگتری از اطلاعات رو به زور به اونجا میفرسته. اون فضای کوچیک نمیتونه این حجم رو نگه داره، در نتیجه اطلاعات اضافی سرریز میکنه و میریزه روی بقیه دستورهای برنامه و اونها رو خراب میکنه. بذارید با یه مثال خیلی ساده توضیح بدم که کاملا جا بیفته. فکر کنید حافظه روتر شما مثل یه صندوق پستی با یه اندازه مشخصه که فقط برای نامه‌های معمولی جا داره. حالا یه هکر میاد و به جای یه نامه یه بسته غول پیکر پر از کدای مخرب رو به زور توی این صندوق پستی جا میده. خب چی میشه؟ صندوق پستی میشکنه. اون بسته مخرب ازش میزنه بیرون و میریزه روی دستورالعمل‌های دیگه‌ای که کنارش بودن. از این لحظه به بعد روتر شما به جای اینکه کارهای عادی خودش رو انجام بده، شروع میکنه به اجرای دستورات اون هکره. خیلی خوب، این از تئوریش. حالا توی دنیای واقعی این نقص چطور تبدیل به یه حمله سایبری تمام عیار میشه؟ بیایید قدم به قدم ببینیم یه هکر دقیقاً چی کار میکنه. خب، سناریوی حمله اینجوریه. اول از همه هکر میاد و با یه سری ابزار اتوماتیک کل اینترنت رو میگرده تا این روترهای تندای آسیب پذیر رو پیدا کنه. وقتی یه هدف پیدا کرد، یه درخواست خاص و دستکاری شده براش میفرسته. حالا بخش اصلی ماجرا اینجاست. توی این درخواست یه رشته متنی فوق‌العاده طولانی رو توی یه پارامتر به اسم getUI جاسازی میکنه. روتر بیچاره که اصلاً برای همچین حجم داتایی آماده نیست، دچار همون سرریز بافر میشه و نتیجه بوم، کدهای مخرب هکر روی روتر اجرا میشن و هکر کنترل کامل روتر رو با بالاترین سطح دسترسی ممکن، یعنی دسترسی روت، به دست میگیره. و اینجا دقیقاً جاییه که فاجعه اتفاق میفته. از لحظه‌ای که هکر پاش به روتر شما باز میشه، دیگه اون صاحب خونه است. کنترل کامل دستگاه دست اونه. به این اتفاق توی دنیای امنیت یه اسم خیلی ترسناک دادن. اجرای کد از راه دور. معنیش چیه؟ یعنی هکر میتونه از هر جای دنیا هر دستوری که دلش بخواد روی روتر شما اجرا کنه. انگار که نشسته پشت کامپیوتر شما و داره با روترتون کار میکنه. خب، حالا این کنترل کامل توی عمل یعنی چی؟ یعنی هکر میتونه چه بلاهایی سرتون بیاره؟ ببینید، میتونه تمام ترافیک اینترنت شما رو شنود کنه. یعنی همه ایمیلاتون، سایت هایی که میرید و بدتر از همه رمزهای عبورتون رو ببینه. میتونه شما رو وقتی میخواید وارد سایت بانک بشید به یه سایت جعلی بفرسته و اطلاعات حسابتون رو بدزده. یا حتی از روتر شما به عنوان یه سرباز استفاده کنه تا به جاهای دیگه حمله کنه بدون اینکه شما اصلا روحتون خبر داشته باشه. خب پس بیاید یه جنبندی بکنیم و ببینیم دقیقاً چه چیزهایی این تهدید رو انقدر ویژه و خطرناک کرده. 3 تا ویژگی کلیدی هست که این تهدید رو وحشتناک میکنه. اول، حمله از راه دوره. یعنی هکر لازم نیست همسایه شما باشه. میتونه از اون سر دنیا این کار رو بکنه.
دوم، اصلا نیازی به رمز عبور شما نداره. این حفره قبل از مرحله لاگین کردنه، پس پسوردتون هیچ کمکی نمیکنه. و سوم که شاید از همه بدتر باشه، روش انجام این حمله و ابزارهاش به صورت عمومی توی اینترنت موجوده. یعنی هر کسی میتونه پیداشون کنه و ازشون استفاده کنه. پس ببینید نکته اصلی اینه. هر کسی از هر جای دنیا بدون اینکه حتی رمز وایفای شما رو بدونه میتونه به روترتون نفوذ کنه. این دیگه فیلم و داستان نیست، یه خطر کاملا واقعیه که همین الان وجود داره. و همه اینها ما رو به یه سوال خیلی بزرگتر و نگران کننده تر میرسونه. ما امروز فقط در مورد یه مدل روتر صحبت کردیم، اما واقعاً چند تا از این دستگاه‌های هوشمندی که دور و برمون داریم، از تلویزیون هوشمند گرفته تا دوربین‌های امنیتی و حتی لامپ‌های هوشمند، چند تاشون همچین درهای پشتی باز و قفل نشده‌ای دارن که ما اصلاً ازشون بیخبریم. این سوالیه که واقعاً باید بهش فکر کنیم.